با من آمده شید که میکاپ کنیم بریم مت کننده. مامانم این ژل ابرو رو رفته خریده از جمعه بازار. بعد حالا میخوام ببینم چه جوریه. همه ازش تعریف میکنن، نمیدونم بریم ببینیمش. فکر میکنم که من دارم تنها فقط میکاپ میکنم. نه تنها من نیستم، بلکه اینم داره کرم روی میذاره برای خودش. حتما از اون میذاره دیگه. نگاه دختره. من چه میگم خب به هم چسبوندنش همینجوری خوبه واقعا. کانسیلر روی چشم. ببینید. بیج بلندر نشون بده. اما دیگه اسمش من صورتش میذاره. فقط این کاور میبریم دوست دارم. پودر فیکس. این خط چشم معمولی میکشم. با سایه مشکی روشو فیکس میکنم. خط چشمم به چوب رفت. پس فقط میخوام گوشه چشمم میخورده هایلایتر بزنم. هایلایتر صورت. چون خیلی سبکه، مرطوب کننده، آب رسان، داره ضد آفتاب داره، همه چی داره، استفادهش میکنم کم میذارم. این پوست بدون کرم پودر منه. اینم بعدشه. خیلی واقعا خوبه، من ازش راضیم. کانسیلر از پودر فیکس فقط برای زیر چشم استفاده خیلی کم، فقط روی پوستم. این سایه هم کانتور داره هم همه چی. پس کانتورم رو اول میزنم، بزنم و بیام. بعد روش کنم. من دوست دارم از این میدم چون خیلی خوش رنگه. ریمل اسنس پیلوتر رو جلب میدم. این و این 100%. این بعد روش کم تیم زدم. حالا این از 1 تا 10 به میکاپ من نمره شده کردم. حالا ببینیم اکسسوری چی بزنیم. این که من از قبل یادم بود، حالا بذار بیارم بعد بیارم. چون لباسم خوشگله گفتم اینو بندازم، چون اینجوری داره به نظر من خیلی خوشگله. اصلا اینو میذارم. این از این واقعا انگشتم خیلی دوست دارم. اصلا دارم که دیده باشید انگشتم طلایی یه ست خیلی خوب میشه. بچه‌ها این اصلا من چخ رفت کاندش ببریم. البته ببینم این جوره ها، این اینجوری زود میاد بیرون. خب دیگه اینم زدم. بریم کم دیگه آماده شم و درست کردیم. مامانم برم این بچه لازم پوشیدم که مچ میزنم. اینو که برم برم چطور شدم. کل داراییم 150,000 تومان. چقدر زیاد دارم. یه تینتو یه دقیقه صبر کن. با یه گلانه میذارم دیگه. حالا بریم یه نفری به ما اضافه شد. چی میخوری؟ چی اسمش؟ آلوچه میگه آلوچه. خب برسیم و بعدش دیگه بچه ما اومدیم بریم بیرون، نه یعنی بگردیم اون وقت باز اینجا. سلامتی حال خش سپای حال خش الهی که خش بویاری که دل مدام هش حال خش دلمه وصل نفس دلمه ما بین فسان کل و خشوترین دلمه بازار بی بازار نشستیم دیگه کمالمون مثلا دارم میشونم چی بود دوباره برمیگردیم میگم عکس چی بود اسمش؟ فتیلن علی فروتن بود. علی گلی نمیدونم. حالا برنامه فتیلن رو فکر کنم انجام میده فعلا برنامه. بعد انشالله انگشتمون باشه میریم میبینیم و نشونم به شما میگیم که شانس. اما هیچکی بهم نگفته بود عجیب تصمیمه تو رو بیشتر از اون که خودت دوست داری. خب بچه‌ها دارن میرن فتیل ما میپرسیم میگه که نمیدونم شایدم بیان نمیدونم، ولی گفت که مثلا خب مثلا ما اینجا نمایش‌های خوب داریم، حالا شاید بمونیم اون چیزا. بعد بچه ما این سواریم و متاسفانه شده این همه سر کردیم